تنها کشور دنیا که توش هیچ دزدی اتفاق نمیفته. تمام مردم این کشور صاحب خونه ان و همین که به 20 سالگی میرسن دولت یه زمین رایگان در اختیارشون میذاره و اگه بخوان خودشون خونه‌شون رو بسازن علاوه بر زمین بین 200 تا 700 هزار دلار هم کمک هزینه میگیرن تا همه چیزو مطابق سلیقه خودشون طراحی کنن. اونا میتونن مستقیما با پادشاهشون در ارتباط باشن و مشکلاتشون رو بدون واسطه بهش بگن. درمان و بیمه هم تو این کشور کاملا رایگانه و اگه بیماری داشته باشی که داخل کشور قابل درمان نباشه دولت تمام هزینه‌های درمان و اقامت خارج رو تقبل میکنه. اینجا عمانه، کشوری که با وجود منابع محدود نفت و گاز که از پیشرفته‌ترین و لوکس‌ترین زندگی‌ها رو توی منطقه داره. اینجا نه خبری از دزدی هست و نه کسی در خونه و ماشینشو قفل میکنه، چون مردمشون قدر ثروتمندن که امنیت یه چیز کاملا طبیعی. واحد پولشون ریاله و سومین پول ارزشمند دنیا رو داره. حالا شما لایک کنید و بگین اگه میتونستین یک کشور رو برای مهاجرت انتخاب کنین کجا بود؟